جوان عزیز، تویی که با هزاران دختر جان و جیگر و نفس و قربان گفته روان است. جوان عزیز، تویی که با هزاران دختر جان و جیگر و نفس و قربان گفته روان است، چرا با همسرت اظهار علاقه نمی؟ با همسرت اظهار محبت نمی؟ والله که اظهار محبت و ابراز علاقه نسبت به همسر از دید به فکر رسول صلی الله علیه و سلم عبادت محسوب می شود. عبادت است. تویی که با همسرت اظهار محبت میکنی، ابراز علاقه میکنی، نه این که مانند یک بت به یک مجسمه کنج خانه افتاده استی، یا به اصطلاح ما و شما یک بالش یا یک تکیه بر همونجا افتاده استی، سکر است، گونگ است، به اصطلاح ما و شما کور است، هیچ سخن نمیگه. نه، رسول صلی الله علیه وسلم به همسرانش اظهار محبت میکنه. به حدی میرسه قضیه، به جای خدیجه را توصیف میکند که عایشه میگه مرا حس غیبت خوری میگرفت که چرا اینقدر خدیجه را نوازش میکنه. بعد از فوت خدیجه هنوز وجود نداره، یا برای عایشه رضی الله تعالی عنها گاه وقتی او را نوازش میده حمیرا صدا میکند. حمیرا میگه این حمیرای من، یعنی این سرخ و سفید من. و از قسمتی که او غذا میخورد پیامبر غذا میکنه، با دست مبارکش به دهان همسرش غذا میکنه. من اگر امشب از این متأهلین پرسان کنم تا حالا شده لقمه نان به دهان همسرتان کرده باشید، شاید خنده کنم. یعنی یادتان میاد در طول 20 سال 15 سال 10 سال ازدواجتان این کار کرده باشید؟ نه والله. رسول صلی الله علیه وسلم از قسمتی که عایشه در ظرف آب میخورد همون قسمت دهان مبارکش میگذاشت آب میخورد. یعنی ابراز علاقه به یک نوعی نشان میداد که همسر عزیزم دوستت دارم. چرا به همسرانتان اظهار محبت نمی کنید؟ بنابراین مهر و محبت و مودت در ازدواج یکی از اساسی ترین ستونهای ازدواج است. والله که با زدن و کندن و خشونت و تند رفتاری مشکلی حل نمیشه. چهارم، یکی دیگر از اساسی ترین ستونهای ازدواج اخلاق است. حسن رفتار، معاشرت، تعامل با همسر است. ما و شما خود در جامعه ما متاسفانه اینا مشکلاتی است که وجود داره، هیچ کس نمیتونه از این انکار بکنه. همه ما از یک دنده روان استیم، از ضرب و شتم و به اصطلاح زور، قلدری. و جوانی پیش ما آمده که در شب عروسی همسر خود الله تو کوب کردم سید. خب چرا زدی؟ دلیل چی بود جوان؟ میگم مادر جانم بریم گفت که شب اول عروسی خب سرزر بشه، بگیر برش بفهمون بچیم که تو کی هستی در خانه. خود شما فکر کنید اسلام به ما و تو چی دستور میده؟ والله العظیم همون خدایی که در باب نماز، در باب روزه، در باب زکات، در باب حج دستور میده، همون خدا در باب خانواده، از شروع تشکیل خانواده تا ختم خانواده که یا طلاق و جدایی است یا مرگ و مردن است، چیزی به اسم خشونت شما در دین پیدا نمیکنید. چلنج میدم، بار فریاد زدم از طریق برنامه‌های مختلف، اگر کسی ثابت کرد که اسلام جایی دستور به خشونت داده باشه در برابر خانواده به همسر، بیاین این قاضی زاده در خدمت شماست. من آیات میخوانم، شما دقت گوش کنید. ابتدا شروع میشه از خواستگاری و پرداخت مهر شروع میشه. الله تبارک و تعالی چی میفرماید؟ و آتوا النساء صدقاتهن نحله و آتوهن اجورهن بالمعروف. هدفیم سر کلمه معروف است. معروف یعنی امر پسندیده، یعنی شناخته شده در اسلام، یعنی چیز بسیار خوب با ارزش. الله میگه مهریه زنها را با معروف بپردازید. یعنی جوان عزیز، سر خانمت منت نگذار که من به تو مهریه میپردازم. همون طوری که نماز میخوانی، روزه میگیری، امر خدا را به جا میکنی، در پرداخت مهرم امر خداست. یک هدیه ارزشمند الهی از جانب الله برای زن انتخاب شده که اون مهر است. الله میگه مهر به خشونت، به غضب، به افراط، به تندی نه، بلکه بسیار به آرامش، به خوبی بپردازید. این یک. دو، بعد از این مسئله عروسی مطرح میشه. الله تبارک و تعالی میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با همسرانتان معاشرتی نیکو بکنید، یعنی خوب رفتار بکنید.
همون طوری که رسول صلی الله علیه و سلم با همسرانش رفتار کرده. در طول حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر و پدر کلان کسی ثابت کرده نمیتونه که رسول صلی الله علیه و سلم یک شلاق همسرانش زده باشه، یک مرتبه یک سیلی زده باشه، حتی یک حرف ناسزایی گفته باشه، یک حرفی تند با اونها گفته باشه. نگفته رسول صلی الله علیه و سلم. این آیت قرآن ما اوترم دستور میده، میگه وعاشروهن بالمعروف، در زندگیتان معاشرت نیکو داشته باشه. بعدش در قدم سوم بحث مسئله خانه و نفقه و کسبت مطرح میشه در قرآن. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، همانا بر شما هست که برای همسرتان فرزندانتان نفقه اونها را به طریقه معروف تهیه کنید. یعنی او جوان داخل خانه کار میکنه، تو بیرونی خانه کار میکنی. زن مسئولیتی تنظیم امور خانه و تربیت فرزندان بر عهده داره، تو مسئولیت کار و تلاش و تهیه لقمه اینا بر دوش داری.